استاد گرامی یه سوال همین در مسجد و مثلا در نماز جمعه جمع میکنم پول همین بدعت حساب میشه. چی جمع؟ مطلب همین پول جمع کردن در وقتهای نماز جمعه یا که در مسجدها جمع میکنن. ما دیدیم که بسیار هوشیاری میکنن بعضی از دوملاها زندگیشون مقصد از روی همه ایده همه چیز اولها نبود که در دوره های حضرت عمر عثمان خلیفه ها ده. بله اصلا امامتی باید بی پول باشد، لیکن اصلا مثال مزد امام، قاضی، مفتی، عالمایی که پر به درس دادن مشغول هستند یا طالب علمایی که نه تجارت میکنن نه کار میکنن فقط علم میکنن برای آینده ملت هست، اینها باید از بیت المال مزد جدا کرده شود. اصلا یعنی دولت که اسلامی میشد باید از بیت المال، از پول دولت به اینها مزد جدا کرده شد، برای اینکه اینها به فایده خلق کار میکنن. اما همیشه نباشد، دیگر درآمد نباشد، برای اینها زکات داده میشه. مسلمان ها، تاجر ها باید زکات دهند. لیکن این خیلی که از مسجد یعنی هر جمعه دسترخوان جمع کرده چی کنند باور و کنید همین چیز بعضا نماز همین چیز جماعت بعضا برای انسان فرض است. اگر بی همین امام نباشیدم رفته به مردم نماز میخونه. برای امامتی اگر پول نگیرد امام انسان خوب است، الله تعالی از دیگر جا رزقش وسیع میکنه. 5 وقت نماز بمیری و مردم امامتی میکند. اما آدمی که پول را وقتش برای درس دادن در مسجد ها یا در دیگر مدرسه ها بخشیده است، پول کار نمیکنم و فقط درس میدهم است، با وجود همین دیگه درآمد ندارد، نه دولت میدهد به مزد، نه تاجرها زکات میدهند، مثلا نه یگان خیرخواه دستگیری میکند، در این حالت میتونه پولکی درس دهد. البته بی پول درس دادن خوب است، لیکن روم مردی کاری کنم خوب است یا در مسجد به پول درس دهم خوب است. که در مسجد به پول درس دی خوب است میگیم. برای چی؟ برای آنکه خیر هست، تعلیم شریعت شده استاد است اگرچه به پول باشد. لیکن این میرد یک آدم علمدار در صحرا مردی کاری میکند، در استرایکه ها کار میکند، مردم از علمش بی بهره میمونن، خودش هم علم نمیرسوند، همین که علم از بین میره. آدمی که هیچ کس قدر نمیکنه بگذار پولکی درس دهد. لیکن در نماز جمعه هر جمعه از مردم پول جمع کردن درست نیست. لیکن امام ها را هم بینید، یعنی امام هایی که مقصد خیانتکار هستند، مسجدایی که فقط حرام میخورند، حتی در بعضی مسجدها کلبسه های گوشتی خوکم آورده حلال گفته میفروشن میگن. بعضی آدم ها گوشتایی که حلال نیست حلال نوشته آورده در مغازه مسجد میفروشن. هر کاری حرام در مسجد میکنن. میگن این مسجدها بله این مسجدها دستگیری نکنه. لیکن واقعا مسجد کوشش دارد برای مردم همخوار است، خدمت مسلمان ها را کرده ایستاده است. بعضی مسجدها واقعا روزی ماه آخر میشد میگفت مثلا مزد پاسبان را دادن در کار، اجاره مسجد دادن در کار. در اروپا یا در روسیه، در اوکراین مسجدهای اجاره گرفتگی هستند، در مالداوی یا در دیگر جاها هم مسجد اجاره گرفتگی هستند. همین پول مسجد اونجا دولتی مسلمانی نیست که دولت پول مسجد اجاره دهد یا زمین جدا کرده دهد بی پول. خود مسلمان ها مسجد اجاره گرفتیان از خلق جمع میکنن، میگن که بیاید برادر پول برق تیم، پول اجاره مسجد تیم، پول همین پاسبان های و فراش های دهیم. یعنی مسجد هم صرف و خراجات دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مسجد امروز برای مسلمان ها تنگی کرده است. کی خانه فلانی را خریده به مسجد اضافه میکنه مکافاتش بهشت است. حضرت عثمان رضی الله عنه خریدن. یعنی امام مجبور شد که برو اومدن گویا که این مسجد کی میخرد، گویا یعنی خانه همسایه کی میخرد به مسجد اضافه کند. یعنی واقعا اگر مجبور میشد امام هم گاه ها یعنی دیده میشنده وضعیتش چخیر است. فقط پول جمع کرده خوردن و نه خدمت به اسلام نه خدمت به مردم. این خیلی باشد نتید.
اگر واقعا همین پول به مسجد، برای برق مسجد، برای گرم کردن مسجد، من از زمستان ها صرف و خراجات مسجد زیاد میشه. مسجد گرم کردن کار، آبی طهارت، آبی گرم کردن کار، پولی آب میدهد، پولی برق میدهد، پولی نلاگ میدهد در بعضی جاها برای اجاره گرفتگیش و برای زمینش. این چیزای باید یعنی صاحب کارا، آدمایی که امکانیت دارد باید دستگیری کنند.